چرا برای عکاسی و یا تولید محتوا باید از رفلکتور استفاده بکنیم؟ سلام، من اشکانم و توی این ویدیو قراره که به بررسی رفلکتور پنجکاره گودوکس بپردازم. قبل اینکه بریم سراغ اصل مطلب، اگه چنل منو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین و با لایک و کامنتاتون ازم حمایت کنین. خب همونطور که از اسمش مشخصه، رفلکتور برای رفلکت و بازتاب نور استفاده میشه. توی عکاسی و تولید محتوا برای اینکه به یک نتیجه بهتر برسیم باید نورپردازی خوبی داشته باشیم و رفلکتور یکی از بهترین وسایلاییه که به کمک اون میتونیم نور رو اصلاح کنیم. به عنوان مثال توی عکاسی پورتره و بیوتی ممکنه بخشی از چهره سوژه نور مناسبی نداشته باشه و ما میتونیم فقط با استفاده از یه رفلکتور ضعف نورپردازیمون رو برطرف و اصلاح بکنیم. یا برای عکاسی از محصولات ممکنه نیاز به یک نورپردازی خیلی نرم داشته باشیم که بتونیم سایه ها رو از بین ببریم و ما میتونیم این کار رو با استفاده از یه رفلکتور انجام بدیم. حالا بریم سراغ رفلکتور پنجکاره گودوکس مدل سانلایت که یکی از ارزون ترین و کاربردی ترین رفلکتورهای توی بازار ایرانه که از متریال با کیفیتی توی ساختش استفاده شده. این رفلکتور پنجکاره از 5 لایه ساخته شده که کار هر کدوم رو براتون توضیح میدم. لایه اول طلاییه که برای گرمتر شدن سوژه استفاده میشه. لایه دوم نقره‌ایه که برای سرد شدن سوژه و پر کردن سایه ها استفاده میشه. لایه سوم سفیده که برای پر کردن سایه ها با نوری خیلی نرم استفاده میکنیم و لایه چهارم ترکیب طلایی و نقره‌ایه که نوری متعادل از نظر دمایی و شدت نور ایجاد میکنه. در آخر لایه پنجم که بخش مورد علاقه منه دیفیوزریه که داخل رفلکتور گذاشته شده که کارش اینه زمانی که نورهای قوی و تیز برای نورپردازی استفاده میکنیم این دیفیوزر رو جلوی نورمون قرار میدیم که باعث نرم شدن نور میشه. نرم شدن نور در نورپردازی خیلی مهمه چون هم شدت نور رو ملایم میکنه و هم سایه های تیز رو از بین میبره. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون کاربردی باشه. حتما چنل منو سابسکرایب کنید و به بقیه ویدیوهام هم سر بزنید. دمتون گرم.